بچه‌ها خوش اومد به ویدیو که چی؟ شاید خیلی واسهتون سوال باشه که داش سامان داخل اکانتش چیا داره. الان اومدیم رو نمای اکانت، بریم ببینیم چیا داریم. خب اول از عکس‌ها شروع می‌کنیم. خب می‌بینید که لول اکانت 255 یک دو بارم مولتی و دو بارم باتل لجندی کرده، دو بارم 10,000 کردیم. خب اینجا نام کنید فور 117 دیگه چی همونه شاتگان ها اینا دوتا. آره همین دوتاست. خب عکس ها اینا هستش که همه دارم میذارم براتون. خب حالا اینا رو که میبینید دیگه بقیه‌اش مهم نیست. خب اینجا کالن کارت، 3 تا کالن کارت لژند داره. یه دونه همین کالن قدیمیه که شانسی گرفتمه، بعد اینا هم کالن کارت هایی که دارمه. خب اینجا آیکون دو بار برای مولتی لژند بتل لژندی کردم، مولتی هنوز وقت نکردم. خب هیچ میریم دوزه. بچه اسم کلامونم MC فامیلیه، یعنی شما اگه بتونید بیاین داخل چت ها آیدیتون رو بنویسید، بعد من خودم اینجا آیدیمو کپی میکنم میذارم داخل چت، کپی کنید بعد بیاید بریم تسکرم. خب این اکانت 103 تا اپیک داره، 2 تا هم اپیک، 2 تا لژند. خب 2 تا لژند سیار مکس و استون باتونه، لوکاس، بی بای، اودن، آیسیار، کاتانا، نایف و این شکل دارن میرید دیگه. یه دونه بازش اینه که ایمش تیبیه دیگه. در حال گشتنی. یه دونه 2 تا قدیمی داره، این با این M4 LMG. خب دوباره دیگه چیش قدیمی داریم، یه دونه ایناست، این دونه M4 LMG اینجوریه، خوشگله، این خیلی خوشگل تره. خب اسکینا چون که شاید بیشتر شما دیده باشه که من با این اسکین پلی میدم اولای یوتیوبم. اون اکانتی که اول یوتیوب بود اون دزدیده شده، یعنی دزدیده شد دیگه. آره دیگه شروع کنیم. خب اون الان ول کردم دیگه. من روی این اکانت آرتری چمس داره، گرفتم به همراه چی اسکین ویشواردن، به همراه دزانجل اصلی که برای سیزن 3 هست که ویدیوشو داخل چنل گذاشتم، تامنیلش هم هست. این 6 سالی که کالاف بازی که آخه نمیدونم اونجا فقط الکی 6 دادم، 5 یا 6 سال چند سال کالاف اومده، 2018 تا الان دیگه. آره دیگه 2018 تا الان 4 سال 6 تا. آره 6 سال دیگه سیزن 1. ایناش این 3 تا اسکین برداشتم، بعد یک دونه اسکین برداشتم، 2 تا اسکین برداشتم. این 2 تاست استون دی بابا برونی. خب بعد اوربان ترکر، من اولایی که این اکانت رو گرفتم اوربان ترکره. خب شاید بگید که فکر کنید که این اکانت چطوری اسکین قدیمی داره. خب بوتتون سواله، نیم داخل استور. خب اینجا که میزنید فوردیو ایناش، من اینجا اینو شانسی گرفتید. این چیز قدیمی ها رو میاره اینجا، چیز قدیمی ها مثل ویشواردن که کریتش آورده بود هم قدیمی است. خب بریم دوباره ادامه رنگ ها دیدم. خب رنگ های اون اسکین ها دیدیم، اوربان ترکر ها. خب میریم داخل رنگ ها. خب من گلد شروع کنیم. AK-17 گلد، M4 گلد، M13 گلد، DL گلد، HDR گلد، توندرا گلد، یوزی گلد، HS2000، بی بای، HS اصلی که همه میزنن، استرایکر، KRM، اکو، R9، جک 12، آرگوس، کاتانا و نیزه که همون اسپل میگیم گلد. و شاتگانا بجز این VLK که سیزن جدید اومده
همه پلاتینیوم. خب داماسکوس هم که این شد تابستون میکنن. 2 تا دایموند داریم که کاتانا و نیزه هستن. خب مود زامبی 2 تا داریم، لوکاس رو که 17 که پدرم داره مثلا اینو خوش 4 ساعت 7-8 ساعت طول کشه یه روز. چی اینجا گاناس که رنگ جدیده، همونطور احتمالاً دارید. این 48 تا یا 47 تا یا زیاد دارن برخورد. صبح شمردم. اینم تورنمنت اسکین برد و برقیاس. خب برای ایکس پی دارم، برای لوکاس گرفتم که بیشتر این لوکاس رو برای مولتی میذارم دولا. بعد برای پیستول HS2000 و کوشکا و رنیتی که همین پیستول رگباریه. خب بعد دوباره رنگ یخیه که برای CVR4 و جک 12 گرفتم. این رنگش والا هنوز نفهمیدم این چه رنگیه، من میگم رنگ فضایی کذایی. حالا ولکن. این رنگم برای هولگر KRM. بعد پیستول گرفتم NW که همون که ریوایو میشین دستتونه. گلدن امرالد برای آرتیک 50 گرفتم. هولگر 26 گرفتم گلدن امرالدو. بعد دوباره این رنگی که مثلا این رنگای لژن یا رد و برقیه رو برای M16 کوشکا اسپیار گرفتم که اینم بهتون میگم چطوری میشه گرفت. آیس لوک هم ایناست. 4 تا این دارم. برای دیل هم میدونم این رنگو گرفتم چون که بعد دیل دارم رنگا رو همه میگیرم بعضیاشونو. شانسی. بعد این گلدن ها این رنگا هم که همتون دیدید. خب اینا بس میکنیم. خب دیگه داخل باید یه لحظه دیگه ای بابا. بعد هیستوری هم که هیچ چی دیگه اینو کار ندارید. این دستم بازی کردیم اما باختیم از فشار. ناراحت شدیم. ماینس بردیم. اینو کیو باختیمش. بعد بچه بنده تسته کلنم اونم MC.Familyه. خب تا ویدیو دیگه خدافظ.